دومین روز از رزمایش پیامبر اعظم 7 هم با اهدافی که از پیش تعیین شده بود با موفقیت انجام شد. در این مرحله از رزمایش انواع موشک‌های دوربرد، میانبرد و کوتاهبرد شامل موشک‌های شهاب 1، 2، 3، فاتح، زلزال، قیام و خلیج فارس که به دست توانمند نیروهای داخلی طراحی و ساخته شده‌اند شلیک و به اهداف مورد نظر اصابت کردند. امروز یعنی در دومین روز از این رزمایش همچنین هواپیماهای سخو و پهپادهای بدون سرنشین اهداف از پیش تعیین شده را مورد حمله قرار دادند و به طور کامل منهدم کردند. اما خدمت شما و بینندگان عزیز من این نکته رو عرض کنم، ضروری است این نکته رو بگم که هدف تمام این موشکباران‌ها در واقع مورد هدف قرار دادن پایگاه شبیه سازی شده دشمنان فرامنطقه‌ای بود که همه اونها با موفقیت انجام شد. البته در این محل که ما هستیم یعنی محل عمومی رزمایش که موشک‌ها از اونجا شلیک شد، هواپیماهای سخو هم بر روی آسمان ظاهر شدند و اهداف مورد نظر رو مورد اصابت قرار داد.